صراحتا در حدیث آمده، صراحتا. پس هر عمل نیکی ما و شما چیست؟ بگوی باغ است. نیال شانی که در اویستیم مختلف، خرما، انگور، هر چیزه. چرا اعمال ما متنوع است. روزه است، نماز است، تلاوت است، خطیب مسکین کمک کردن است، کلی از یا حج است، زکات است، جهاد است، صحیح امر بالمعروف است، نهی المنکر است، کلی از یا درخت است. باغ برای خود جور میکنی. آلی باغ موجود باشه، دائم باشه، یعنی که باغ خراب شوه و بسوزه. موجود باشه. کی موجود باشه؟ که عقیده توحید خب محکم باشه. کل نسبت ها را به کی میکنی؟ به الله. این باغ موجود است. اما زمانی که شرک کردی، شرک و نمود طوفان و گرمبادی بود که آمد مکمل باغ مکملی تتباه کرد. از امو خاطری مردکه گفت که لم اشترک بربی احدا. شرک تباه میکنه کلی اعمال نیکی تا، زکاتی تا، حجی تا، تلاوتی تا، صدقی تا، نمازی تا، کلشا شرک تباه میکنه. آلی فهمیدی که شرک چقدر گناه بزرگ است؟ این آلی شرک چی را میگه؟ شرک چی را میگه؟ با نام نظری بیبی و دسترخان بیبی دسترخان ها را اوار میکنه. چی رقم رواج داره کابلیا؟ کدام دسترخان همی تو اوار میکنه یا نمیکنه؟ باز مچم که به مقداری امو شمار شده چیزا را چی میکنه؟ از اون میخوره. همینطور است. اگر زیاد بخوری باز سرت چی میشه؟ تو باید امی رقم دسترخانه جور کنی. چی رقم رواجتان است؟ این رواجای خود ساخته است. آدم در شرک میرسانه. آدم در شرک میرسانه. در کابل رواج هستی، در دیهاتا نیست رواج. ما کم کم خبر شدیم. خب اینجا رواج است. او زنا نکنه، از خود کتابا جور نکنه. کتابی زنا را میشناسه؟ اینطور کتابی داره که او مسائل در هیچ جای پیدا نمیشه. در هیچ جای. در کدام مورد کتاب داره؟ زن که حامله شه نه خوردمم تخم نخو، ای برش بد است. چرا بد است؟ تخم یک چیزی غلیظ است. از نگاه دینی را میگه، خو از نگاه طبی نه، از نگاه دین. گوشت مرغ نخوره اولادش باز دیگر رقم میشه. رقم گپا داره. ای را به طور نمونه براتون میگم. مرده که شوه مرده خلاص چی میگه؟ یک زن به دیگه زن میگه خوردم 3 مورد خون غرق است. او برادر خون از کجا شد که موره غرق شوه؟ کالای مرده را خو در خانه نمیمانه. ششتن از او را بگر میکنه. کلش غلط است. گپای نعوذ بالله شرکی است، بدعت است، نادرست است. از خود مسائل نکشه، از خود مسائل جور نکنه. او برادر تا دین روز مرده بود. یک از کجا مردار شدی خانه؟ خانه را او میپرته. در اینجا مرده ششته شده که اول سطلا را مندازه. چرا؟ حالی مردکه خو غسل داده شد دیگه، وقتا هم غسل میکرده میتشناب. عجیب است. چیزایی را بکشن که پرسان نکن. وی ما میترسم از این مرده، میترسم. تا دین روز شوارید بود. حالی میترسی از پیشش میدوی. کلش گپای غلط و نادرست است. نه چی میکنه؟ شما را داغ میکنه. در اینجا مرده را غسل داده شما داغ میکنه اوجا. چرا اوتر میکنی؟ این از کجا پی؟ یقین به الله بکنی. دوم این دعا، کلی رسم این دعا دماسته. ما امو لباس پدر و برادر مردم باید از پدر و برادرت وفات کرده بپوشه. میپوشن مردم؟ قطعا نمیپوشه. ایره چی میدانه؟ بگه بسیار بدشگوم میدانه. نعوذ بالله. این شگوما و این گپا را کلش نمی مردم ایجاد کرده. این کلش نادرسته است. این شرک است. و شرک کدام عمل است؟ کلی اعمال نیک انسان چی میکنه؟ از بین از شرک خودداری کنه. از او خاطر کتاب توحید خواندن از خصوصا از کی را؟ از محمد ابن عبدالوهاب ضروری است، خصوصا برای زنا خوانده شود. چرا که ماشاءالله مکمل حدیثا را در این مورد تار و درخت و کنجت و این گپا کلش مسائلش چی کرده؟ مکمل ذکر کرده با دلایل. دو خواهرایی که درس میخوانه محصل از مکتب خوانده خو این کتاب یک کتاب نباشه. این کتاب حتما بخره. این را به خاطری نمیگم کتاب مرا بخره. نه، این را شما قطتان باشه که آینده تان خوب شه که در شرک واقع نشوی. به خاطر که توحید امر ضروری است. ولم تکن له فئة ینصرونه. زمانی که مصیبت الله میاد بازی و دل بازی برات کار نمیکنه. بادیگاردا و
او چیسته چکا چک میمانه نه ولی چکا را میمانه در گرد خانه چی است؟ سیمای خارداری گپا یک کشام کار نمیکنه، هیچ کدامش کار نمیکنه. الله میگه ولم تکن له فئة، نبود برای ازی یک گروپ جماعت ینصرونه که امداد ازی را میکرد من دون الله بغیر از الله و ما کان منتصرا، نبودی آدم انتقام گیرنده، نه انتقام گرفته میتونه و نه کسی نصرتش میکنه. عذاب الله که میایه عذاب الله که میایه. هنالک الولایت، در وقت آمدن مصیبت. هنالک چی مانا؟ در موجه یعنی در وقت آمدن مصیبت. الولایت لله، کل اختیارات برای کیست؟ برای کیست؟ الحق و تر الله که حق است یک مانا. هنالک الولایت، این دینمی وقت مصیبت آمدن مصیبت، الولایت و اختیارات لله برای الله متعال است. الحق اتر ولایتی که بالکل واقع ثابت و واقعیت داره، این اختیارات برای الله است، دیگه کسا اختیاراتش سلب میشه. هو خیرون، الله بهتر است ثوابا از روی ثواب دادن و خیرون بهتر است عقبا از روی پاداش دادن. با الله اتکا شوه، نه به این چیزا اسباب و وسایل مادی. اگر سر از جا اتکا کردی نه چند روز است باز مکمل تباه میشه یا تو از پیش تباه میشی. و ضرب لهم مثل الحیات الدنیا، بیان که برشان مثال زندگی دنیا را، کما این انزلنا، به مثل آبی که مثال زندگی دنیا به مثل او ساز و سامان گیاهای دنیاست، به مثل خود آب دنیا نیست. به مثل او چیزایی که توسط آبی که از بالا میایه او رونق میگیره، تازه میشه، چیسته زیبا میشه، باز بعد از اون مکمل از بین میره. زندگی دنیا امی حیثیت داره. الله متعال عالی حیثیت دنیا را برای ما خوب معرفی میکنه، خب به طریق مثال، به خاطری که خوب دلنشین شوه. چرا؟ فریب و غروری که از دنیا به انسان میایه آدم خوب حقیقتا درک نمیکنه. الله متعال به طریق مثال میگه که در خارج برای ما و شما مثل که بالکل خودی ما لمس کنیم امی رقم شوه که دنیا چیزی فانی است، چیسته بقا نداره. و ضرب لهم، بیان که برشان مثل الحیات دنیا، مثال زندگی دنیا را. چی رقم یک مثال داره؟ کما این انزلنا، به مثل آبی که ما فرو میفرستیم من السماء، از طرف بالا، فاختلط به، یک جا میگرده همراه آب، نبات الارض، چیزی روی دنی زمین، فاصبح هشیما، میگرده در هم شکسته، ریزه ریزه شده، تزروح الریاح، که میپرانشه الریاح بادا، و کان الله، هست الله متعال علی کل شیء مقتدرا، بالای تمام چیزا قدرتمند توانا. هر چیز الله از بین میبره و پیدا میکنه. مالی چی زندگی دنیا چی رقم است؟ زندگی دنیا حیثیت آمدن باران داره. باران که بیاد در روی زمین، در اونجا که کدام دانه های زیر زمین است کلش یک دم در حالت حرکت میشه، زنده میشه. گیاه ها را میبینی دشتا و بیابانه که گل لاله واری سرخ میزنه، رقم گلا، درخت ها، گیاه ها رونق پیدا میکنه، خوب تر و تازه میباشه. لیکن چند روز میبره، شما که در بهار در طرف شمالی یا در چیسته در طرف شمال افغانستان بری، دشتا را که ببینی یک عجیب منظره داره، اما با مجردی که بارانه قطع شوه میبینی که چیسته الحمدلله یهدیکم الله اسلیک، تمام گیاه ها خشک شده، بادا پیدا میشه، گیاه میاره مکمل چی میکنه؟ میده از بین میبره، هیچ چیز باقی نمیمانه. الله متعال میگه زندگی دنیای نمی حیثیت داره. منظوری الله متعال چیست؟ زندگی دنیا بهار است. بهار، در بهار اگر کسی تلاش کرد از اینمی میوه و گیاه بهار برای خود استفاده کرد، ذخیره کرد، دیگه این آدم هوشیار است. چرا که پشت سر از این تابستان و خزان و زمستان آمد به دردش میخوره. اما اگر از بهار خود استفاده نکرد تباه و برباد میشه. چرا؟ اونجا نیاز پیدا میکنی اما چیز در دست نداری. الله متعال زندگی موتورم به مثل بهار بهار معرفی کرده که آب آمده تر و تازه شده ای، تو هم جوان شده ای، خوب قوت پیدا کرده ای، صحت پیدا کرده ای، خوب همینطور جوش و هوش. جوانا چطور میباشه؟ یک دفعه دست دمی موره میزنه، نه همین قوت آزمایی واری میکنه. الله متعال میگه از همین جوانی استفاده بکن، کار بگی همین موقعیت است،
روز فرا میرسه که ای خشک میشی، واضح چیزام نمیتونی، در دستت نیازمند میباشی، در دستت نمی آمده باشه. از او خاطر هر مؤمن از جوانی خودکار بگیره، از قوت و صحت خودکار بگیره. چرا صبر و سری تو ضعیفی، پیری و چی هسته؟ بگوی مریضی میایه، باز استاده نماز خوانده نمیتونی، باز زیاد نفل خوانده نمیتونی، عالی باز زیاد تلاوت نمیتونی، باز مال در دستت صدقه کو، باز زیاد صدقه نمیتونی، اما چیز از دستت میروه. مال و متاع دنیا فقط بهار است، یک دفعه رونق پیدا میکنه، باز بعد از او خشک میشه، کلش از بین میره. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت زیبایی زندگی دنیاست. زیبایی زندگی دنیا خاص مال. چرا؟ موتراست، چیست آرنا میکنی، بلدینگ است، خیلی آسمان خراش است، هر چیز. اولاد است، یکیش دکتر، دیگهش انجینر و دیگه مستر است. این خلاص دیگه از هر طرف از هر ناحیه کار جور است. الله متعال میگه این زندگی زینت زندگی دنیاست. والباقیات الصالحات خیر، چیزی که باقی مانده است و نیک است و بهتر است عند ربک، بنزی پروردگار تو، ثوابا از روی پاداش، و خیر نملا، بهتر چیزی است که امید برش شوه، امید برش کرده شوه. باقیات صالحات خیلی خوب است. الله متعال اشاره به این میکنه که مال و اولاد این زیبایی زندگی دنیاست. در این شکی نیست که الله متعال داده بر انسان خوب است، لیکن این قدر خود وقتی خود در این دادن که کلی وقت دینمی زیبا کردن زندگی دنیا تیر میکنی، در عمل صالح برای خود موقع نمیدی، پیدا نمیکنی. اینطور نباشه. چرا؟ به خاطر که هم معلومات های دنیا خونمو یک زیب بود که یک چند دقیقه بود بعد از بین میره، این مال و اولاد هم از بین میره. چیزی که برای تو به درد میخوره عمل صالحت است. از او خاطر طور نشوه که مال و متاع دنیا و اولادات تو را این قدر مشغول بسازه که عمل صالح را کرده نمیتونی. مثل آلی واره یک تعداد امام مالو را قدر مصروف کرده، نه در تراویح حاضر شده میتونه، نه در ترجمه، نه در جماعتا. یک تعداد اولادای را چی کرده؟ مصروفی قدر کرده که عمل صالح انجام داده نمیتونه. الله متعال میگه نه، این رونق دنیا هست، لیکن خیلی وقت تدایی مصرف نکن، عمل صالح انجام بده که باقیات صالحات است و اینمی به دردت میخوره در قبر در آینده. یک ترجمه. دوم ترجمه، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و بچا دخترانه. المال والبنون، مال و بچا زینت الحیات الدنیا، زینت زندگی دنیاست. مالم کشوفشی تب میگیری، کالای خوب، موتری خوب، بچه هم قطعه دروازه طرف پشتی سر روان میباشه. دخترها قطعه آدم در مجلس ها روان نمیباشه، میباشه. لیکن برای ما میگه که والباقیات الصالحات، دخترها، لیکن که او دخترای صالح باشه، تربیت درست کرده باشی، در ترجمه قرآن روان کرده باشی، عقیده قرآن فرا گرفته باشه، محبت تعلیمات رسول الله در قلبش جا گرفته باشه، تو را میگه ای پدر خیرون بهتر است عند ربک، بنزد پروردگار تو، ثوابا از روی ثواب. چرا؟ این دختری تو اولاد پیدا میکنه، این چی میشه؟ مدرسه به اولادای خود، به اولادای خود مدرسه میشه، عقیده صحیح داره، تربیت صحیح اولاد خود میده، این بهتر است از روی ثواب. و خیر نملا، بهتر است که امید برش بسته شوه. امیدت به دخترها هست که هم دعا برات میکنه. نرم دل کیست؟ دختره بچه مالی تا میگیره، تو مصرف نکردی، قیمار سرش میزنه. اما تو راست یا نه؟ هنوز هم میگه که پدرم بسیار چی بود؟ بخیل بود، نمازم نمیخوانه. چرا؟ مال و دایره تو برش جمع کرده، یا عیش پرست است، گاهی در دبی، گاهی در کنسرت، گاهی در چیست سالنگ. اینمی طرف رفت و آمد داره در قصه. الله اکبر هم نمیکنه که برای تو دعا کنه. دختره که بیچاره هر روز زنگ میزنه، پدر جان چطور هستی؟ در هر نماز دعا برات میکنه. خب کدام دختر؟ اگر دختر ستاره افغان جور کرده ای، او هم باز خب دعا برات میکنه. خب دختری که به قرآن رایی کرده ای، تاسف است. تاسف در است که اولاد، دختری جوان و بچه جوان در ترجمه قرآن میره، پدر و مادر او را تروریست میگه، او را نمیمانه که بد میکنی که اونجا میری. باز هنوز هم چی میگه برش؟ حاقد کرده ایم، اگه باز رفته بودی حاقد کرده ایم. اینطور پدر و مادر طمع داره که اولادش برش دعا بکنه؟ کلا قطعا. از او خاطر اینجا مراد از باقیات صالحات
دختراست. دخترا در جمله باقیات صالحات میره. دوم ترجمه المال و البنون زینت الحیات دنیا. شکی نیست که مال و اولاد رونق زندگی دنیاست، انسان خیلی مصروف میسازه، لیکن والباقیات الصالحات سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، خیرون بهتر است عند ربک. یا تو را چی نسازه؟ مصروف نسازه. سبحان الله و الحمدلله گفتن کده، چرا که یه بهتر است به نزد پروردگارت از روی ثواب و از اینکه امید برش بسته شوه. چرا به یک گفتن الله متعال چقدر ثواب در آخرت برات چی امیده. و یوم نسیر الجبال، و روزی که ما روان کنیم کوها را. دنیای طور پایدار نه، گمان نکن که پایدار است. روزی فرا میرسه که این کوهایی که تو چیستا میخوری میپنداری که شور نمیخوره، این کوها روان باشه. و یوم نسیر الجبال، در روزی که ما روان میکنیم کوها را، و ترى الارض، تو میبینی زمین بارزتن ظاهر شده. و حشرناهم، جمع میکنیم مردم، فلم نغادر منهم احدا، یک کسی رم ترک نمیکنیم، کل گیره در میدان جمع میکنیم. پستی بلندی گپا کلش محو میشه. میدان هموار است، کوهام ریزه با مثل پشم چی ندافاره، در هوا گرد و غبار میشه. این زمین این کجی کوری و پستی بلندی را نمیبینی، یک میدان هموار است و مخلوق الله در او جمع شده. و عرضوا علی ربک صفا، پیش کرده میشوند تمام مردم و طایفه ها بالای پروردگارت صفا، صف کشیده کلگی منظم، طایفه طایفه، روزه دارا با روزه دارا، نماز خانه با نماز خانه، اینه می قسم. لیکن زناکارا با زناکارا، سودخورا با سودخورا، اینه می قسم. هر کس به صف خود نمایان استاد میشه. الله برشان میگه لقد جئتمونا، یقینا آمدن کردی شما، آمدید پیش ما، کما خلقناکم، مثل که پیدا کرده بودیم شما را اول مرت، اول مرت، در اول مرتبه دو معنا داره. یک معنایی است که یا لباس در جانشان نیست، مثل که از مادر تولد میشه لچ میباشه، کلگی اونجا لچ میباشه. این در حدیث آمده. عایشه رضی الله عنها از پیغمبر علیه السلام سوال کرد که یا رسول الله، آیا یکی به عورت دیگه نمیبینه؟ پیغمبر علیه السلام میگه هر کس نفسش چیسته، غمی نفسش گرفته، حتی توجه پیدا نمیشه که طرفی کسی دیگه ببینه، آنقدر حیبت روزی سخت میباشه که هر کس در غم جان خود مبتلاست، توجه پیدا نمیشه که به شخصی دیگه ببینی، اینطور حالتی سخت میباشه. یک. دوم معنا لقد جئتمونا، یقینا شما آمدی بر ما، کما خلقناکم اول مرت، مثل که اول کرد شما را پیدا کرده بودم، نه لباس داشتی، نه مال، نه متاع، نه اولاد، نه چیزام. امروزم هیچ چیزا قطتان نیست، هیچ چیز، فقط عقیده و عمل است، دیگه چیزام روی تو نیست. بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا، بلکه شما گمان کرده بودی که هرگز نمیگردانم برای شما موعدا، وعدگاهی، هیچ وعدگاهی برای شما نمیمانم. این وعدگاه شد، شما خود گمان میکردی که نمیشه. و وضع الکتاب، نهاده میشه کتاب، عملنامه نهاده میشه، کتاب الله، عملنامه قطع خودی ما. الله یک کتاب نداره، چندین کتاب سری اعمال ما، کردار ما داره، مانده میشه. فتر المجرمین، تو میبینی گناهگارا را مشفقین، که سخت در ترس و عیبت میباشه، مشفقین ترسنده، ترسان، مما از او چیزایی که فی در عمل نامه نوشته است، سخت است. و یقولون، میگوین یا ویلتنا، ای افسوس ما، مال هذا الکتابی، چی شده ای عمل نامه را، لا یغادر، که ترک نکده، نگذاشته، صغیرتن، گپی چیزی خورده، ولا کبیرتن، بزرگه، الا احصاها، مگر کلش احاطه کرده. ای چی آلسی؟ هیچ چیزی را اینجا نگذاشته که نوشته نکرده باشه. و وجدوا ما عملوا حاضرا، بیابند آن چیزی را که عمل کرده در دنیا کلش حاضر. الله اکبر. از این آیت صراحتا معلوم میشه که اعمال انسان کدام عمل که انجام دهید در پیشید میاد. زنا در پیش، دزدی در پیش، سود در پیش، شراب در پیش، نعوذ بالله، غیبت در پیش، کلی عمل در پیش روید پیش میشه. این گپی بود که یک زمان قرآن میگفت، مردم از این انکار میکرد.
اعمال خود متلاشی شد، سخن گفتم رفت خلاص شد. ویدیو برآمد 100 سال پیشی کارا را گپ حرکت هر چیزی را کردی چالان میکنه برات میگذاره. این در قدرت بشر است. بشر توانست که تو را بکشه که همه چیزا حرکات سخن حکتایی تا هر چیزی تا دست زدنی تا کلش حساب بکنه، لحظه به لحظه، ساعت و تاریخ، زمان. اما ایش نوشته نمیشه. ترجمه قرآن کریم ما ثبت نشه. 100 سال بعد یک نفر میگه مسجد عبدالعظام بود، فلانی ساعت بود، فلان روز بود، فلان ماه بود، فلان سال بود، از طرف صبح بود، پکه میگشت، حالت اینی رقم بود، مردمی رقم نشسته بود. ببینی این در توان بشر است. الله متعال کلی اعماله. این آیت باید اینطور در ذهن خود جا بده که بسیار زیاد جا بده. حال او مردم چی باشه که نعوذ بالله جنایت کرده ای، گناه کرده ای، او در پیش مخلوق الله متعال به مو جنایت تو پیش شوی. از او خاطر انسان باید به هزارها مراتب توبه بکشه، توبه که الله محو بکنه جنایات انسانه. در پیش مخلوق الله آدم رسوا نکنه، بلی اگر توبه صحیح بکنیم الله متعال مکمل محو میکنه، وگرنه در غیر از او هم اعمال ما در پیش روی ما گذاشته میشه. خو جالب خویسته که یک آدم داد از دین میزنه لیکن در قلبش بیدینی باشه که او را الله پیش میکنه. این بسیار سخت است که در ظاهر تقوا را چی میکنی؟ اختیار کرده ای، اما در باطن بگه نعوذ بالله پشت گناه گشته رایستی. این بسیار سخت است. الله متعال خودش رحم بکنه. الله خود رحم بکنه انسان تباه میشه که بجز از رحم الله اجرا نیست. بسیار سخت است. چرا که عملنامه هیچ خرد و بزرگ نگذاشته در صورتی که توبه نکرده. ان شاء الله اگر کسی توبه کرد کل گناه را ان شاء الله الله محو میکنه، هیچ نمیاره، بندی خود شرمنده نمیکنه. از او خاطر بهترین چیز برای ما و شما چیست؟ توبه. توبه نعمت بزرگ الله متعال است. وگرنه انسان متقی ترین انسان هم که ببینی یک خلاف الاولا کار از پیش چیسته حتما شده، سر زده. و وجدوا میابن ما آن چیزی را عملو که انجام داده حاضرن مکمل حاضر. سابق مفسرین نوشته میکرد که میابن آن چیزی را که انجام داده حاضر، خودی عمل میگه حاضر نمیبینه بلکه پاداششه. لیکن تحقیقات جدید یا تکنیک جدید چی را ثابت کرد؟ معنای ظاهری قرآن کریمه. عمل ظاهری میبینی. چرا که الله سند پیش میکنه. سند که پیش میکنه چی را باید پیش کنه؟ عملی تا پیش کنه که تو این کار کرده. ولا یظلم ربک احد، ظلم نمیکنه پروردگار تو به الله هیچ کسی هم ظلم نیست. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، قابل یادار و وریس در آن وقتی که ما گفتیم به ملائک سجده کنی لآدم، برای آدم علیه السلام تعظیما، فسجدوا سجده کردن الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نکرد. کان من الجن، بود از جنس جنیات. ففسق عن امر ربه، نافرمانی کرد از امر پروردگاری خود. افتتخذونه، زمانی که ابلیس این نافرمانی الله را کرده شما چرا پیروی ابلیس جرم میشه؟ افتتخذونه، آیا شما میگیری جرم میکنی را و ذریت و اولادش اولیاء، با دوستی میگیری من دونی بغیر از ما، و هم لکم عدو، در حالی که برای شما دشمن است. بئس للظالمین بدلا، خیلی بد است برای ظالمین، برای مشرکین. بدلا عوض، که رای خوبا میمانه، دوستی را برای امرای پیغمبر و مؤمنا میمانه، میره و امرای شیطان پرستا و شیطان دوستی را میکنه. این بسیار سخت است. الله حالات قیامت بیان کرد که اینی طور حالت ها هسته. چرا انسان در گناه واقع میشه؟ واقع شدن گناه چی عوامل داره؟ قرآن برای ما در اینجا نمونهش بیان میکنه. نمونه از چیست؟ آدم علیه السلام هم مرتکبی و چیزی شده که الله منع کرده، لیکن زود کده به هوش آمده، به فکر آمده که ما خیلی کاری خراب کرده ایم. چرا؟ به خاطر که الله متعال از این درخت منع کرده بودم که بخورم، ما از این خوردن کرده ایم. زود کده طرف توبه رجوع کرد، توبه کرد، الله توبهش قبول کرد. اما ابلیس لعین وقتی که امر میشه که تو سجده کو، سجده نمیکنه. به جای از اینکه آلی پسان بفهمه که ما سخت نافرمانی فرمان الله را کردم، آلی عذر خواهی بکنه، توبه بکنه، نه توجیه میکنه عمل خدا، قول خدا.
چطور توجیه میکنه؟ ملامتی را سری تقدیر میندازه سری الله. فبما اغویتنی، به سبب از اینکه تو مرا گمراه کردی تو مرا گمراه کردی. ابلیسی تو رو گپاره میزنه. الله نمونه بیان میکنه که اونجا بدبخت کیست؟ کسی که تابعداری کی را کرده؟ شیطان. عمل شیطان انجام داده، روش شیطان در پیش گرفته، خوی خاصیت شیطان به خود پیدا کرده، حسد، تکبر، انتقاد به تقدیر، نعوذ بالله نسبتی چی را؟ زور و ظلم به الله کردن. اینی گپا باعث میشه که انسان در گناه ها واقع شود و مکمل گناه او را تباه بسازه. الله تهدید میکنه که اینطور شخص شما به دوستی میگیری، اما شخصی که امر شده بود که با پدرتان سجده کنه، سجده هم نکرد. اما شخصی که قسم یاد کرده که شما را در طرف جهنم میبره، چطور قابل چی باشه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات، ما حاضر نکرده بودم امی مردم خلق السماوات، در وقت آفریدن آسمان ها و الارض از زمین، ولا خلق انفسهم، نه در وقت پیدا کردن نفسایشان. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، نیستم ما گرفتنی کسایی که گمراه است عضدا مددگار برای خود. قطعا کارا را نمیکنم. الله پیغمبر علیه السلام همی فرماید که مردما چرا نعوذ بالله پیروی شیطان میکنه؟ الله را پرستش نمیکنه، در بوتا رو میاره، نعوذ بالله تابع شیطان میشه. از کجا برشان معلوم شد که یا قابلیت داره یا معبود است یا قدر و قیمت داره؟ در وقتی پیدا کردن همراه معبودن. ما اشهدتهم خلق السماوات، ما حاضر نکردیم این مردما را در وقتی پیدا کردن آسمان ها و الارض از زمین، ولا خلق انفسهم، نه در وقتی پیدا کردن نفسای خودشان. و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من نیستم متخذن گرفتنی المضلین گمراه ها را عضدا مددگار، در دین مددگار یارا بسازم. کلا قطعا نه. و یوم یقولون نادوا شرکای الذین، در روزی که میگوید الله متعال برای همین مردمایی که تابعداری مشرکای بزرگ کرده، چی برش میگه؟ آواز بده به شریکایتان، شرکای الذین، به شریکای ما، او کسانی که به زعم شما زعمتم که شما گمان کرده بوده که امرای ما شریک است. فدعوهم، شما واره طلب کنه، فلم یستجیبوا، دعا را از پیشش طلب کنه، فلم یستجیبوا، پس یا قبول کردن نمیتونه، فلم یستجیبوا قبول نکرده، لهم برای از یا پیشم قبول نکرده، آلی هم قبول نمیتونه. و جعلنا بینهم، گردانی دیم در بین از یا و قبول شدن دعایشان موبقا، جای هلاکته. شریکای ما را شما گمان داشتی که امرای ما شریک است، شما را نجات دادن میتونه، آواز بدی که اجابت شما را میکنه یا نمیکنه؟ قبول میکنه نمیکنه؟ و رأى المجرمون النار، گناهگارا مجرما میبینه آتش جهنم، فظنوا انهم مواقعوها، گمان میکنه که این آتش سرشان واقع شدنی است. ولم یجدوا عنها مصرفا، نمیابند برای خود، ولم یجدوا عنها، نمیابند عنها از این آتش جهنم مصرفا، جای بازگشت که دیگه طرف بره. قطعا جای پیدا کرده نمیتونه. او روزی است که کسایی را که وا گمان داشتن که بر ما سفارش میکنه یا ما را خلاص داده میتونه، الله متعال خود برش آواز میده که الا طلب کنه، درخواست کنه همو کمک و امدادتان از شریکای ما که شما گمان شرکت امرای ما داشتی، و برشان جواب داده میتونه و خود عاجز است. از او خاطر الله میگه که در بین یا و در بین همو معبودایشان جای هلاکت گردانیدیم. و زمانی که آتش جهنم یا ببینه دیگر راه خلاصی را نمیبینه، میفهمه که همی جهنم در دنبال ما آمده. الله ما و شما را نگاه کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد